همیشه ما محوطه سازی های خوشگل رو دیدیم یا در موردشون شنیدیم ولی هیچ وقت انجام ندادیم. بیایم ما هم دیگه انجام بدیم ببینیم چی میشه. یکی از اون کارا تاب زدن بین این دوتا درخته برای بچه‌ها. فعلا تو حیاتمون یه درخت پرتقال داریم و یه درخت نارنگی. ولی قراره از این ماه کلی نهال و درخت مختلف بگیریم و اینجا بکاریم. یا مثلا اینجا قراره یه لوله بشه واسه مرغ خروسان. این باغچه سبزیه که تازه کاشتیم. نترسین، از سیاهچال پایین نمیرم. یکی از اساسی ترین کارهای این خونه بازسازی این استخره برای فصل بهار و تابستون. کلی کار داریم. اگه به زندگی روستایی یا بازسازی روزمرگی هاش علاقه داری حتما پیج منو فالو کن.